در کنسرت آخر امیر تتلو در شهر استانبول ترکیه که با استقبال عجیب و غریب طرفداران امیر تتلو هم همراه بود، یک اتفاق عجیب و غریب و یک حاشیه جالب هم قبل از کنسرت اتفاق افتاد. اون اتفاق عجیب و غریب هم اسپانسری بود که برای کنسرت امیر تتلو از سوی برگزار کننده کنسرت انتخاب شده بود. جالب این هستش که امیر تتلو همیشه در طول مصاحبه‌های خودش، در استوریایی که منتشر میکنه و پست هایی که منتشر میکنه، همیشه از سایت های قمار و شرط بندی انتقاد میکنه و حتی در یک قسمتی از آهنگ های خودش هم به سایت های شرط بندی یک تیکه هم انداخت. بالا میره هیبت قمار، تبلیغ سایت و قیمت دلار، قیمت خونه آقامه مگه میشه آخه دورت انقدر خمار. تو وصل دلت وصل به این نون من هیزه تیز، تو مدرسه انگوش میکنیم کونه هم زیر میز. خستم از دست تو خسته ای از دست من، اینا میخوان توافق هسته ایرم پس بدن دینو. داستان از چه قرار بود؟ اسپانسری که برای کنسرت امیر تتلو از سوی برگزار کننده کنسرت انتخاب شده بود یک سایت شرط بندی بود که بک‌گراند کنسرت امیر تتلو بود که ما رفتیم چک کردیم سایت، دیدیم ای بابا این که سایت قماره. و نکته جالب این هستش که حداقل آقا اینو برگزار کننده میرفتید یک اسپانسری انتخاب میکردید که با عقاید و تفکرات امیر تتلو بخونه، نه اینکه همیشه امیر تتلو میاد از سایت‌های شرط بندی انتقاد میکنه. شنیدید دیگه در یک قسمتی از آهنگش هم به این سایت‌ها اشاره کرده بود و همیشه منتقد اصلیه و معتقده که این سایت‌های شرط بندی کلاهبرداری ان و قمارن و همیشه امیر تتلو در پست‌ها و استوری‌ها و صحبت‌ها و مصاحبه‌اش مخالف سایت‌های شرط بندی بوده. بعد شما رفتید اسپانسر انتخاب کردید که سایت شرط بندی باشه. امیر تتلویی که همیشه به نظر من داره گول سادگیشو میخوره و شما اومدید یه دونه تبلیغی گذاشتید که هم طرفدارانش گول بخورن، همین که خود امیر تتلو نفهمه پشت پرده چه اتفاقی افتاده. بعد میبینید یه چیزی تبلیغ میکنید که سایت قمار شرط بندی. بریم صحبت امیر تتلو در خصوص سایت قمار شرط بندی رو بشنویم. بیایم جالب. دوستان یه بحث دیگه ای هست. ببینید بعضی چیزا هست تبلیغ نباید کرد. اگر هم تبلیغ میکنی باید از بدیاش هم بگی. مثلا ما که در واقع هیچ وقت تبلیغ علف نکردیم و علف نفروختیم، ولی همین که خودمون کشیدیم هم میگیم آقا منفی و مثبت در کنار هم. یعنی اگه فقط علف بکشی به گا میری، ورزشت هم بکن. من مشکلی با شرط بندی و سایت شرط بندی و حتی کسایی که سایت شرط بندی هم دارن ندارم. کلی رفیقام هم تو این کارن، ولی لااقل اگر این کارو میکنین بعدش هم بیاین بگید که آقا شما همیشه قرار نی ببرید. شما یهو ممکنه پولتو ما خودمون بکشیم بالا، ممکنه یهو حسابتو خالی کنیم، ممکنه همیشه بیشتر بازنده باشی و یعنی ما کسخل نیستیم که بیایم پول بریزیم تو جیب تو. اینا رو لااقل بگید اگه تبلیغ میکنید. درست میگم؟ آره دیگه. و خیلی حالا این داستانا، اما حرف اینه که امیر تتلویی که همیشه مخالف این هستش که سر طرفدارانش کلاه بره، خب چرا برمی‌دارید یه اسپانسری انتخاب میکنید که برخلاف تفکرات و عقاید امیر تتلو قطعاً طرفدارانشه؟ اما دومین اتفاق که اتفاق جالب و منحصر به فردی بود، حضور وحید خزایی تو کنسرت امیر تتلو بود که امیر تتلو وحید خزایی هم دعوت کرد به کنسرت
و جالبه که مردم استقبال جالب و باحالی از وحید خزایی داشتن. برید این فیلم رو ببینید. بذار بیان بیرون وحید چاکرم مخلصم داری میری کنسرت؟ آره دیگه رامون بدن میاد تو راحت میدن داداش مخلصم بذار من پیاده شم اصلا آقا وحید دوست داری آقا وحید دوست داری استانبول در برده داشتم سلطان نره میخونه. حالا این نرشه عکس من رو توجه نکنید. این نرشه پرچم من رو توجه کنید. دوستانه بعد خوش باش. چرا این موسیقی نامجوه آرزی داری خیلی آهنگ دوستان نظر من هیچ وقت قدیمی نمیشه نه قصه طبیعت. اینم استقبال مردم از وحید خزایی بود و نکته اولم سایت های قمار و شرطبندی بودش که به عنوان اسپانسرینگ برای کنسرت امیر تتلو گذاشته بودم. من میدونم که قطعاً امیر تتلو بی تقصیر ترین آدم این وسط هستش، چون اصلا مسئولیت برگزاری کنسرت و پخش اون تبلیغای پشت با اون نیست، با برگزار کننده کنسرت و اونم رفته یه پولی گرفته از یک اسپانسری و کنسرت امیر تتلو رو برگزار کرده. امیدواریم که در کنسرت‌های دیگه حتی برای خواننده‌های دیگه برگزار کننده‌ها تبلیغاتی که پخش میکنن برای یکم رزومه اون خواننده رو بخونن، با افکار و عقایدش آشنا بشن، بعدش برن تبلیغات بگیرن برای اون کنسرت و اون مراسم. مرسی که با ما بودید. دستای منو ول نکن که عداعت فاری نمونده که بذارم غماتو برا من، به خدا کم بهاتو ندادم. مهم نیست حرفای مردم، گذشته ها گذشته مهم نیست. هر کاری کردی منم همون کارا رو کردم، همش از روی تنهایی یا خشمه. نذار اینا چشماتو کنه خیلی، مهم اینه که دیگه بد دارت نیست، الکل نیست، هر 2 متری. خدایی من میخواستم توی این کنسرت فش ندم خب، ولی 10,000 نفر این جلوی میگه امیر توقع داره بگم آقا قطع کن. جانم داداش چی میگی؟ بده با مثلا داداشت صحبت کن. بابا آهنگو بخون. همه جا این ایرانی بازیه دیگه. چی کار کنم؟ بو گل میاد. خود چی کار کنیم؟ بذار برید داره میکشه دیگه، چی کارش کنم؟ آقا بعد رفتید از اینجا رفتید بیرون بگید که اینجا چقدر همه بودن. هی سال‌هاست به ما میگن، باز میگن تو هوادار نداری، تو بیادبی، تو نمیدونم بی تربیتی، نمیدونم تو شیطان پرستی، نمیدونم تو فلانی. بله کست خارشون، ولی خب بده دیگه.